در این درس سوالهای 31 و 32 رو پر میکنیم. در اینجا اصلا درباره شتاب است. سوال 31 رو خونیم. در دوامی 10 ثانیه بعد از آغاز حرکت ماشین با شتاب دائمی 2 متر ثانیه کیلومتر حرکت میکنه. سرعت انتهایی ماشین یعنی سرعت آخران رو یابد. سرعت ابتدایی ماشین به 0 برابر است. خود شتاب چی است؟ شتاب این در وقت داده شده عوض شوی سرعت، یعنی سرعت عوض شده می‌استد. و سرعت که عوض شد بعد شتاب به وجود می‌آید. یعنی شتاب برابر است به عوض شوی سرعت در عوض شوی وقت. در اینجا عوض شوی وقت از آغاز 10 ثانیه که است. باز دیگر هم فرموله هست. شما فرموله خیلی ممکن دیده باشین. سرعت آخران بیاین چه نشان دهیم؟ در بعضی کتاب‌ها F نشان دهیم. آخران برابر است سرعت ابتدایی جمع شتاب ضرب وقت. یعنی این وف چه معنی داره؟ ف آخران یعنی آخر. در اینجا انتهایی و ابتدایی گفتم برایمون دو ای که سر میشه باید یا اینکه بیاین فکر کنیم آخران سرعت آخران برابر سرعت ابتدایی ای گویم جمع شتاب ضرب وقت. از ما همین انتهایی یعنی توجیه خیلی مشکل آخران میپرسد. ممکن آخران انتهایی گفتن سبب دارد. چه میابیم؟ ابتدایی ما برابر است جمع سرعت ما 2 ضرب وقتی داشتیم 10. یعنی سرعت انتهایی برای نوشتن این چه میشه؟ 20 متر ثانیه برابر میشود. یعنی جواب ما 3 میشود. باز همینده مانند درباره شتاب اکنون گرافیک داده شده است. سوال 32 4 جسم حرکت میکند. شتابی هم داده شده است. این شتابی منتظم است. سرعت کدام ورزشگاه از همه زیادتر است. شما میتونید از روی فرمول روید. باز فرمول تکرار کرده میشود. یعنی سرعت تقسیم وقت. در همه آنها این رقم ها داده شده نیستند. شما بگذار چند باشد؟ 1 باشد، این 2 باشد، این 4 باشد و این 6 باشد. یعنی شما میدونید که در گرافیک زیاد شده می رود. بیاین خودمون بخونیم و وقتش رو چند باشد. یعنی برای شما تست کار میکنیم برای فهمیدن رقم داده ایستم عدد داده ایستادم وقتی چند باشد 5 ثانیه باشد یا 3 ثانیه 10 ثانیه شرط نیست. بگذار 10 ثانیه باشد. و از اینجا گفته میتونیم که مثال از فرمول شتاب از ما سرعت میپرسد. یعنی سرعت برابر شتاب ضرب وقت. یعنی شتاب ما خیالان گفتیم بگذاریم این باشد. مثلا سرعت جسمی یکم به چی برابر است؟ 6 ضرب 10 60. سرعت جسمی دویم به چی برابر است؟ 4 ضرب 10 40 است. سرعت سیوم به چی برابر است؟ 2 ضرب 10 20 و سرعت چهارم به چی برابر است؟ 1 ضرب 10 برابر 10. این همش متر ثانیه است. از اینجا وقتی که عدد میدیم آسان‌تر است. همین است. و از اینجا دیده میتونیم که سرعت یکم اصلا زیاد میباشد. یا اینکه شما وقتی همین گرافیک نمود داشته باشد گرافیک سرعت نسبت وقت و از شما شتاب نسبت وقت از شما سرعت رو میپرسد. شما همچون مساحت رو هم گویا میتونید کدام مساحت اصلا زیاد باشد. مثلا تگ گرافیک یکم نسبت به اصلا زیاد است نسبت به دیگر مساحت ها. شما هم فکر کرده میتونید اگر عدد نداشته باشن. مثلا مساحت یکم این کمتر است مساحت چهارم به یکم نسبتا کمتر است و برای همین سرعتش هم کم میباشد. خیلی رفته میتونه همچون مساحت دیده میتونه. لیکن اصلا آسان بفکنه از روی فرمول اگر روید جوابی هم میباشد.